کلان گرفته که کلان کردن دیگه چرخنده شدم گفتم من با چه خیلی کنم خیلی با وجود اومدم میگم با خونه شوهرم که اومدم با همین خیلی 4 روز پس خیلی مثلا 3 روز پس دوغ میکشیدم نه برادر نه 20 روزه 20 روز پس تخدمه داره ما ایم مادرم هم کاری ویر رفته هم کارش یاد گرفته ما همین سینی خوردی دوغ میکشه سینی 12 سالگیم ما همین سینی خوردی دوغ میکشه سینی 12 سالگیم خیلی فرما داشت فرما دا کار میکردیم 5 تا گاو داشته پدرم خیلی پام فرما دا کار میکردن خود من سینی خورد ولی دوغ میکشم من خیلی تا حاضر یگان هنر دنیا کم نیستم خیلی با وجود اومدم میگم با خونه شوهرم که اومدم با همین خیلی 4 روز پس خیلی مثلا 3 روز پس دوغ میکشیدم همین خیلی بود همین خیلی کاری که روانی زر میکنه استفاده میکنه قرطاو میکنن مثال شیر برنج میکردن خیلی هندری هم خیلی ده هست خیلی کودکی ما تو حاضر همین هندرمون هسته که به این مردم زندگی نمیکردن که به دوغ به این چکه و جرغوت به این برای هوای همین چیزی که ما نغز میبینیم همیه این مردم ما میخرن استفاده میبرن ایرا بین همین نیم ساعت همش میکنی میگیریش ماسکش میگیری همش دوغش همش یعنی در خلطه میاندازی ماسکش میگیری مثال وای تاجیکای خمون داریم که قشقای تاجیکی خمون کاولس چه میگن وقتی میگیری مثال با ماسکش جمع میکنی با میسوزی با روغن میکنیشه زیاده از 10-12 سال زیاد شد که هنرهای مردمی پاپور میزنم، کاستم میدوزم، بولیشت، کرتا، فرمهای این بچه ها را همه چی را خودش میرم. این هنرها رو هم ای مادرم یاد گرفتم، ای خشتامن من یاد گرفتم. کرپیچه میدوزم، تخت عروس. من چادر میزنم، کاستم عروسی میزنم، بولیشت، کرپیچه. زندگی پیش برندم ای حسابی هنرهای خودم. فرزندم خوان استودنت، حال با چم استودنت ای همین نصفی هنری خودم باید که در خوانده سای. میایم فرمایش میتیان ای حسابی فرمایش. هنر به ما آبرو داد، اول نام داد، پیشروی زندگی داد. همه چی رو هنر به ما داد. کجای وای شو هنرهای مردمی میبرن. هم نان، هم نام، هم آبرو، همه چی رو هنر داد. هنرهایی که بگم که خیلی زنکو کاستوم، نامپزی، کلچه‌پزی، قلم‌پزی، همه عرف و عادتایی که ای ماما و بابیای ما مونده بود در محله سعدی شیرازی همه ادامه دارن. مثلا آیا شیر، این شیر بینش تیار میشه، نشسته تیار میشه، اطلاع تیار میشه. آیا شیر امو هر چند همه تمامای میلی که پیش بابی مامای ما میکردن. خلاص که همه در محله سعدی شیرازی حاضرم ادامه دارن.
این جز زرگوشای سفیدی مثل ایر اوچشون کالیفرنیا بود یا سفید روم یعنی کالیفرنیسکی پروده. خرگوش هم گوشت پرهیزی است و طلبگار چه خیلی است در منطقه؟ سازه بعد نه سودا میشه مثل 7 تا 5 تا 6 تا 7 تا کشته میفروشم ماش که برای گوشت مثل دوست اگه کس میپرسه مثل کشتن میسپرم. اینجا چی است؟ اینجا جای بودنوی کلانتروشه که این 20 روزه 15 روزه یه همه خرید جای. من وقتی که ناو برام دو بود و یا یک پگاه دیگه نصیب باشه. انا. پگاه دیگه نصیب باشه چی میکنه وایورا؟ اینجا میزگرانو با این اینجا دیدی اشکاده. سورتای ایرسی آورد دیگه تخمش سورتای ایرسی تخمش هم دیگه به حد کلونی خوشرو میشن این همی سورتا اینا یکشه اینا برادر اینا 20 روزه 20 روز پس تخدمه داره هم طرفین من دارم دوست شاگرد دارم که مثلا اپرات وارن ما کار کردن همینجوری مزد مهنت زندگیشون تا 5000 6000 ممکنه همین کار کردن نکنه بهترین یعنی همین کار مثلا زندگیت پیش میره با یه چیزی هست اینجا هست این با مایده تراش هست یا 13 روزه فرض کنیم این چه جای 13 روزه 13 روزه نه اینا جای علایده داره نه ها یا مایداش علایده این اینجا با این اینجا هست یا پارتی دیگه اینا خوراکشون چی است خوراکشون میخرم 7 کیلوش میخرم چی است این نیست بوش نیست یکا این مخصوص برای همین بودن است ها این مخصوص برای بودن کیلوش 7 سومونه این روست میگن استارت میگن روست میگن این یا های استارت میخرن انا بیاش جو روست میخرن بعد 15 روز شید ما اوقاتشون علیش میکنم برادر بودنه سفید هم هست سفید دارم تی خاص میگن سفید زود سفید هم دارم این منجوه این زرده تخمی بودنه هم بسیار مثلا تخم غذاناک کالری دار است بله تخمش روغنی خالیه خیره گوشتش هم همه خیر آشی اوگرو میکنیم، آشی غیله میکنیم، آشی توپی لختر میکنیم. چند نمودی ای آشایی مای میکنیم. لگمن میکنیم، توپی لگمن. بوایز خمیرش دیگه، زولش دیگه همش. هم خیلی چی وای کی باشه تیار کرده میتونم. ایا خمیر چند نمودی اوقات 10-12 نمودی اوقات در 5 مینوت تیار کرده میتونم. ایا خمیری همی از زوالی آش، ایک زوالی مانتو، ایک زوالی سامبوسا چقدر چیه که در کار باشه من تیار کرده میتونم. مادری ما تمام اوقاتهای ملی، اوقاتهای چی اوقاتی که در همه بود خوراکای ملی باید تیار کرده مهماندار خانه مهماندار همه خیلی باید بود. ما ایم مادرم هم کاری ویر رفته نگاه میکردم قطیش یاردم میکردم دختری فرزندی کلانش دختری کلانش بدم همه کارش یاد گرفتم. دوغ میکشیدم، مسکه میگرفتم، تحمل میکردم، خلق خلق پیرا میکردم، من میگردم. چی بودم بچه‌م داشتم میکردم همه زمان همه میکنن. هک ما دوباره چی همه کلون گرفتی که کلون کردن دیگه چخنده شدم گفتم من با چه خیلی کنم. ما برای آش توپه آب میاندازیم، نمک میاندازیم، کدوچه سبزک میاندازیم، لوبی میاندازیم، ریحان. بعد که همش تیار شد زباله های بریده مانه در دیگ میاندازیم.
آش بریده ما تیار شد. هر یک اویلت участкهای نزد حولگی دارن. از участкهای نزد حولگی پامیدور، بادرینگ، زلن و تمام کبودی ها رو گرفته برای ذخیره زمستان بانک‌های خود رو محکم میکنن. زردآلو هست، زردآلو با دانه هست که این زردآلو رو گرفته ورینی تیار میکنن برای ذخیره زمستان. از بادرینگ و محکم میکنن برای زمستان. سلات ها میکنن زویربای با این زنجبیل های کفته شده که از میسروبکه گذرانده هم میوه رو برای زمستان برای ذخیره زمستانی خوراکای تیار کرده با استفاده میبرن. این از لوبیاگی که برای با توپهای زمستانی میکنن برای جوشانده بانک محکم میکنن برای ذخیره زمستانی که در زمستان هم باز همه خیلی آشهای بریده کرده در بالای وی ریخته میخورند. و سلات، کمپوت از تمام چیزه از ایجوی که ملمیجان و نوشابه های برای زمستان تیار کرده در خونه ها با تا 200-300 بانک ها رو تیار کرده میمونن برای زمستانی. از زمستان باید در تابستان ذخیره زمستانی رو باید در تابستان کرده تیار کنیم. اویل هایی که در همین جمهوری هسته و در چی در قشلاق، چی در ایالت، چی در شهر که در تابستان همش رو برای زمستان باید که تیار کرده مونن. تیاری به زمستان میبینن. پرزیدنت ما گفتگی که 2 ساله ذخیره های زمستان تون تیار کرده مونن. هر یک شهروندی تاجیکستان به گوش گرفته این گپاره همش تیار کرده برای ذخیره های زمستانی برای چند ساله هاشون استفاده میبرن. باز هست ما یک 500 بانک محکم که دیگه مزیر از 500 هم ممکن زیاد باشه. از تمامی سلات و نوشابه و زویربای و زنجبیل و تمامی چیزه هم برای خودمان هم برای آشخانمان تیار کرده ماندگی. دلت پره که یه مهمانم بیایه از تمامی چیزه میای روی درسخانت آرومتی نباشه اگر نمیدانی چی کار کردن تا وای زمستان و تابستان که مهمان آمدگی را همین چیای مهنتای دست خودت میاری روی دستخوان پر میکنی. یا آب روی آدم خود شد.